گروهی اولین جوانان سینی دعوتی شهر اسفره جوانان وطندوست و شجاعتمند دیار که اختیاراً با امر دل و وجدان عزم خدمت مادر وطن کردند با تنتنه به خدمت حربی گسلانیده شدند. به این مناسبت در میدان شاه اسماعیل سامانی مرکزی شهر با شرکت رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، کارمندان کمیسریت حربی، مسئولین میزهای حربی جماعت‌های شهر و دهات، سابقه‌داران جنگ و مهنت و والدین و پیوندان جوانان ادای خدمت مادر وطن را اختیار نموده همایشی تنتنوی برگزار گردید. طور شهردار اسفره بهاءالدین بهادرزاده ضمن سخنرانی خویش اظهار داشت نخستین روز سفربرنمایی و گسیل جوانان به صف قوه‌های مسلح مملکت از آغاز نیک و متشکلانه معرکه دعوتی بشارت می‌دهد، زیرا در آغاز و نخستین روزهای معرکه دعوتی بهارانه جماعت‌های دهاتی وارخ و چارکوه از اجرای معیارهای مقرر شده دعوتی با سربلندی پیام رسانیدند. شهردار اسفره با ذکر آنکه اجدادان خردمند ما از قدیم الایام مردانگی حقیقی را در آمادگی به حفظ وطن و جان فدایی به نام وطن می‌دیدند، بزرگمردان چون سپیتمین و دیوشتیچ، تیمور ملیک و واسع و دهها دیگران را که خوشبختی کاملی مردم خود را در موجودیت وطن دیده و بهر حفظ و حمایت سرزمین اجداد خویش جان فدایانه مبارزه بردند، تمثال قهرمانی و وطنداری ارزیابی نموده حامیان آینده وطن را به خدمت صادقانه و باشرفانه هدایت نمود. برآمد کنندگان ضمن سخنرانی از مقدس بودن وطن و حتمی بودن خدمت حربی یادآور شده با تذکر ضروریت دفاع از مرز و بوم تاجیکستان صاحب استقلال و شرف و ناموس ملت به جوانان در ادای خدمت عسکری صبر و تحمل، شجاعت و دلیری، بردباری و سربلندی و مظفریت‌های بی‌نظیر را تمنا نمودند. امروز تصمیم گرفتم که بعد ختم مؤسسه دولتی کالج طبی شهریکان بادام به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده به وطن خودم صادقانه خدمت نمایم. این همه آبادی، زیبایی و بنیادکاری کشور با اساساً با دستگیری‌های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بونید که امروز چقدر فضای تنجی و آرامی داریم و امروز در علمین چهاربینی خیلی هم که زیبا که از طرف شهر تشکیل شده است اشتراک میکنیم و امروز همه ما جوانان وحدتدار و عهده‌دار هستیم که برای خلق وطن خود صادقانه خدمت نماییم و امروز به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همه شامل شده وعده میدیم که همه مرز بومی جمهوری تاجیکستان را صادقانه محافظت نماییم. در جریان همایش همچنین خادم نمایان دولتی و جمعیتی گلافزا سوریدینова و مادری دعوت شونده فیروزه یولداشова برآمد نموده نخست به جوانان در موسم بهاری از اولینها شده به ادای خدمت حربی سفربر شونده اظهار سپاس و منتداری کردند. سربازی به تازگی خدمت عسکری را به اتمام رسانیده عثمانوف اسرائیل جان اظهار داشت که خدمت در صف قوه‌های مسلح مکتب مکمل حیات و آبوتاب اخلاقی و جسمانی عرصه دلیری مردانگی می باشد و باید جوانان سینی دعوتی برای به جا آوردن خدمت مادر وطن کمر بندند. دعوت شونده محمد صدیق جوریف برآمد نموده از جمله اظهار داشت که جوانان نباید از خدمت حربی سرکشی کنند، زیرا عسکری بجز ادای قرض شهروندی بودن مکتب خوبی جوانمردی و صداقت و آمادگی به زندگی مستقلانه و رسیدن به قدر پدر و مادر، دادر و خواهر و نسیم فارمی زادگاه است. او از نام جوانان با اور و ناموس جوانمردان حقیقی که افتخاری بلند ملی دارند و وطنشان را از صدق دل دوست می‌دارند در نزد اهل جمع با تنتنه وعده داد که در صف قوه‌های مسلح کشور خدمت مادر وطن را با سر بلند و دلی پاک ادا خواهند کرد. خدمت در صف ارتش ملی مایه افتخار هر جوانمرد است. خدمت به وطن مادر هم قرض است و هم فرض. شخصی که وطنش را دوست می‌دارد، مادرش را دوست می‌دارد، باید به خدمت حربی رود. جوانان باید قرض فرزندی خود را در نزد وطن اجرا نمایند. خوشبختانه در دیهات واروخ صف جوانان دلیر شجاع تا رفت زیاد می‌شوند. من در دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی باباجان غفورов تحصیل دارم. حادثه‌های آخری در مرز رخ داده مرا وادار نمود که باید به صف ارتش ملی خدمت نمایم و با خواهش خود با امر وجدان خدمت نمایم.
аз мактаби мардонагӣ бояд гузарам ва ватандӯстии худро дар амал нишон диҳам, зеро дар ҳолати нохуш ватанамро ҳимоят карда тавонам. дар фарҷом ширкатдорони чорабинии модарони даъватшудагон ҳамчун рамзи меҳрпайвандӣ бо пайгирӣ аз анъанаҳои дерин ба аскарбачагони оянда луқмаи нон газониданд, то шоҳписаронашон хидмати модарватанро сарбаландона ба ҷо оварда сиҳатманду сарбаланд ба зодгоҳашон баргарданд. муассисафедони барнодил ба навазкарон роҳи сафед хостанд, дар адои рисолати ҷавонмардиашон бурдбориву муваффақият таманно намуданд. ҳунарнамоии аҳли фарҳанги шаҳр ба шодиву нишоти сарбозону навазкарон анҷомбахши ин ҷамъомадӣ бошукӯҳ буд.